دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 27 میلیون سال 2022 به خبرنگاران تصدیق کرد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز سهشنبه 28 میلیون با یک سفر کاری از تاجیکستان بازدید کرده با همتای تاجیکش امامعلی رحمان ملاقات یک به یک دایر میکند. فردا سفر کاری پرزیدنت پوتین به تاجیکستان برنامه ریزی شده است. در آنجا ملاقات و مذاکرات با امامعلی رحمان دایر خواهد شد، گفت پسکوف در پاسخ به سوال تاس. در مورد شکل مذاکرات دو روبر پسکوف گفت که آنها یک به یک صحبت میکنند. درباره برنامه این سفر تفصیلات دیگر نشر نشده است، ولی برخی منابع آگاه در دوشنبه به بامداد گفتند که یک موضوع اساسی میتواند مسئله راهبر آینده تاجیکستان شود. منابع بامداد صرف نظر میکنند که به این خاطر شاید به ملاقات روبروی رحمان و پوتین رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان و وارث احتمالی کرسی پدرش نیز دعوت کرده شود. پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان که از سال 1992 اینک قریب 30 سال باز رهبری این جمهوری را در دست دارد، چند سال باز تلاش دارد که کرسیش را به پسر کلانی خود بسپارد. رستم امامعلی که 34 سال دارد الکی باعث رئیس مجلس ملی قانونا رهبر دوم تاجیکستان به شمار می رود. به فرق از ترکمنستان که قربانگولی بردومحمدوف کلانی الکی در ماه مارت سال جاری کرسی پرزیدنتیش را به پسرش سردار بردومحمدوف سپرد، در دوشنبه میخواهند چون این شکل انتقال قدرت را با روزگی مسکو شریک اساسی استراتژی تاجیکستان عملی نمایند. سفر به دوشنبه نخستین سفر خارجی پوتین بعد شروع عملیات جنگی به ضد اوکراین می شود. از این قبل او در اول ماه فوریه به خاطر اشتراک در مراسم افتتاحی بازی‌های زمستانه المپی به پکین پایتخت خیتای سفر کرده بود. از دوشنبه پرزیدنت روسیه به اشخاباد پایتخت ترکمنستان سفر میکند. روز 29 ایون در اشخاباد نشست سران کشورهای حاشیه بحر کاسپی دایر می شود. پوتین بار آخر سال 2019 از تاجیکستان بازدید کرده بود. قرار بود که ماه سپتامبر سال 2021 پوتین برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو اودکبه و سازمان شانگهای به دوشنبه بیاید، ولی در آخرین لحظه او اعلام کرد که به سبب تماس داشتن با اطرافیانش که گرفتار کرونا ویروس شدند به رژیم سم ایزولیاسیون میگذرد و به این دلیل سفرش را به تاجیکستان لغو کرد. اولین شده روز 25 میلیون ژورنالیست روس پاول زاروبین مؤلف برنامه مسکو کرمل پوتین در شبکه تلویزیونی روسیه یک که او را خبرنگار شخصی پوتین هم مینامند در نشر نوبتی برنامهش خبر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روزهای نزدیک از تاجیکستان بازدید میکند.